سه تا اشتباه و بعد از تمرینت انجام نده. سومی از همه مهمتره، باعث میشه که عضله‌سازیت خیلی کمتر بشه. شماره 1 مصرف الکل بعد از فعالیت ورزشی هستش که الکل باعث میشه که کورتیزول توی خون شما افزایش پیدا کنه، سطح تستوسترون کم بشه، ماسل پروتئین سنتاز فعالیتش کمتر بشه، عضله سازی شما هم کمتر خواهد شد. شماره 2 سرد کردن بعد از تمرین هستش که زمانی که شما تمرین میکنید دمای بدن افزایش پیدا میکنه، جریان خون افزایش پیدا میکنه، هورمون ها خیلی زیاد میشه. با سرد کردن سعی میکنیم که این تعادل رو دوباره برگردونیم و سعی کنیم هموستاز بدن رو حفظ کنیم. هرچند زمانی که شما وزنه میزنی عضلات ما حجیم‌تر میشه و سفت‌تر میشه. با تمرینات انعطاف پذیری که بعد از تمرین میتونیم انجام بدیم فلکسیبیلیتی رو حفظ میکنیم و دامنه حرکتیمون هم افزایش پیدا میکنه. 3 انجام تمرینات هوازی شدید بعد از تمرینه. کسایی که وزنه شدید میزنن و بعد از اون میرن تمرینات هوازی خیلی شدید انجام میدن، باعث میشه که توی افزایش سایز عضله شما اختلال ایجاد کنه. بهترین حالتش اینه که یه فاصله زمانی بین هوازی و کار با وزنه شما باشه، یا اینکه تو یک روز جدا انجام بدی. این سه تا اشتباه توی تمرینت انجام نده.